سلام. حبیب نورمحمدов به اکتاگون برمیگردد. موفقیت دو ورزشکار تاجیک، یکی به گراند پری راه یافت، دیگری الک قهرمان دو وزن در تشکیلات AGFC است. همه این در نشر امروزی برنامه. حبیب نورمحمدов به اکتاگون برمیگردد. با این مضمون در شبکه‌های اجتماعی نوارهای زیاد پیدا و پهن می‌شوند. گفته می‌شود که مربی او خاویر مندس در یک مصاحبه‌اش گفته است که حبیب با او تمرین را شروع کرده است. بعضی از ورزشکاران معروف تشکیلات UFC میگویند که حبیب به سبب تمرین نمی‌کند. او می‌خواهد در کشاده‌شوی UFC 300 در وزن نین وزنین محاربه انجام دهد. او نیت دارد در این وزن نیز کمربند قهرمانی را از خود کند. اما خود حبیب این گفته ها را چندین بار رد کرده گفته بود که بعد وفات پدرش با مادرش وعده داده است که دیگر هیچگاه نخواهد جنگید. ورزشکار نامدار تاجیک فضلالدین کریموف همکنون قهرمان دو وزن در تشکیلات خردکار است. او صاحب کمربند در وزن 70 کیلوگرم بود، اما تقریبا یک ماه پیش وزن خود را تغییر داد و با شکست دادن قهرمان وزن 78 کیلوگرم دیمیتری کلیموف کمربند قهرمانی این وزن را نیز از خود کرد. فضلالدین کریموف زاده تاجیکستان است و در کارنامه کسبیش 10 غلبه و تنها یک باخت دارد که آن را نیز خودش محاربه فروخته شده مینامد. فریدون عادیلوف یا خود ترمیناتور تاجیک به گراند پری تشکیلات بانفوذ ACA راه یافت. فریدون عادیلوف چند وقت پیش میخائیل مخناتکین را شکست داد و در وزن نین وزنین به زینه سوم این تشکیلات گذشت. اکنون ترمیناتور تاجیک انتظار حریف نو است تا برای به دست آوردن $1 میلیون رقابت کند. فریدون عادیلوف تقریبا در 10 محاربه اخیرش بر رقیبانش دست بالا شده است. او در کارنامه کسبیش 18 غلبه کرده است و 2 مساوی و 2 بار با باخت روبرو شده است. یکی از حریفانی که او را شکست داده است شوکت رحمانوف قزاق است که تا امروز یگان مغلوبیت ندارد.